حاجی از خواب بیدار شدم دیدم تمام دایرکت من آقای تتلو رو میخوان اعدام بکنن. یه کاری بکن. میدونم من الان شبیه پسر اجهی قیافه من هست یا شبیه مجتبی خامنه‌ای، شبیه کی قیافه من؟ یا شبیه نوه روح الله خمینیه؟ کدوم سید حسن؟ شبیه کدومم؟ من چه کاری از دست من برمیاد؟ من چی کاره مملکتم؟ خواهر منو گاییدم، من چه میدونم؟ بعدن همه چیزی که اصلا در این مملکت شوخیه که امروز این قهرمانه، فردا اون قهرمان رو میزنین خواهرشو بلا نسبت میگایین، فردای خواهر یکی رو میگایین، پس فردا با یه حرکت میشه قهرمان دوباره. اصلا تکلیف چیه؟ عاقبت چیه؟ دنبال چی؟ کی رو میخواد بگاه؟ کی دنبال کیه؟ واسه چی؟ تا کی؟ تتلو رو زدن اعدام میخوام بکنن، اون زیر یه سری کامنت زدن الکیه، یکی دیگه زده واقعیه. یعنی من خودم هم به روی مادرم گیج شدم، مثلا نفهمیدم چی. بابا خویدا رو اعدام کردن، جنرال جهانبانی رو اعدام کردن، اینا براشون شیمعین نره. یه روز صبح بلند میشی میزنن خدای نکرده آقا یه تار مو از سر این یارو کم شد. همه چی رو شوخی نگیرید. مردم ایران گلن، ولی یه سریاشون داداش بذار من رک به شما بگم، صبح با مصدق بودن شب با شاه. اینو برین تاریخ رو بخونین. این سیستم ما ایرانی آساجی 1/100 ثانیه، یعنی یه نفر با احساس ما بازی، من خودم دارم میگم دیگه، یه نفر با احساس ما بازی بکنه تمام، یعنی میرینیم تو هر چی که بود و نبود. آخه من میدونم، میگم بابا یه سری حرفا، یه سری چیزا، حالا من که کار خاصی نمی کنم، دارم زندگی عادی رو میکنم، ولی یه سریایی که دارن میجنگن، یه سریایی که دارن وقت میذارن، یه سریایی که دارن از جوانیشون میگذرن، یه سری حرفا خاره بنا نسبت ذهن و مغز آدم رو میگاد. طرف رفته حبس کشیده، بعد میاد بیرون میگین اله بله بابا درست نیست.